امام سری که از رهبر مکرم فاصله بگیرد لعنت خدا برش باد. تمام امام سرها همه باید مطیع، یک رهبر، امام یکی، نایب امام هم یکی، دیگری هیچ حق تقدم ندارد. همه باید فرمان ببرند، همه باید اطاعت کنند و با نایب حکم منو و انها. میشه امام دو باشد، امام من رهبر، نایب امام من باید بله ای دوتا شد، میگه ازی را بیه، میگه ازی را برو، کار نمیشه که. میگه کاندید ای باشه، میگه او باشه. نتیجه اصلا این شود ای که میزان نیست، یک نفر میزانه، میزان یک نفره، تعدد غلط هست. حتی مکرر گفتن حسن و حسین یکیشون امام بود، حسن امام، حسین مأمون. هیچ وقت حسین تا حسن بود در عرض نکن آبه هر چی بهشون گفتن هر که حسن بفرماید. دو تا امام نمیشه، دو تا نایب امام هم غلط هست، دو تا رهبر غلط هست. رهبر کسی اون هم معینه، اگر چنان که این خلق و این رهبر عظیم اشیاء فاصله نگیرند، امور کشور، امور اجتماعی در هر طبقه‌ای به او رجوع کنند، او تشخیص دهد، او فرمان بدهد، او بفرماید ملت چنین کن چنان. وقتی بینید یقوم الناس بالقسط می‌گوید به این مثل بدن و عقل، هر چرا که بدن ادراک کند و عقل بگوید اون وقت انجام بدهد، کار درست می‌شود. وای به ملتی که از رهبر الهی خود فاصله بگیرد. هلاک که امه دشمن است. الان می‌دونید در کمین، امریکا در کمین، انگلیس در کمین، شوروی در کمین، همه منتظرند که این ملت بی سرپرست می‌شود. که الهی به حق محمد و آن خدایا طول عمر عنایت کن، به رهبر عظیم ما حیات او را متصل فرما به ظهور مهدی آل محمد. یکی این ناله مرا به گوش امام سرهای ایران برساند. هر کی میخوای باش، خود مجتهد میدونی، مقدمات کن میدونی، دیگه ندانه، هر چی خودت میدانی. بر تو واجبه امروز تبعیت از یک نفر. تو حق نداری مقابل رهبر حرفی بزنی، تمام باید تبعیت کنند. طبقات دیگر همیشه دانشجویان عزیز، ای دانشگاهی ها، گوشتون باشد گرگ ها شما را از رهبر الهی جدایی نیندازند، شما را گروه نکنند، شما را که امه خودشون قرار ندهند، وسیله پیشرفت و دشمن نشوید. تمام این تفرقه ها وسیله پیشرفت دشمن است. قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله، همه برای خدا، تمام اشخاص همه با هم بگوید اسلام. اینجا مرکز مقاومت است.